خب به نام خدا. بحث دیتابیس بود. دیتابیس هم ببینید برای ایجاد دیتابیس اصولا میایم اینجا دیتابیس منیجمنت. هر چی دیتابیس بخوایم ایجاد کنیم میبینیم من اینجا یه دونه ایجاد کرده بودم قبلا و حالا میتونم بعدا پاکش کنم، مشکل نداره. باشد در قبل بود دامین ستاپ هم نبود توی FTP منیجمنت. FTP هم که این اضافه کردم میدونیم برای شروعه، حالا میشه بذاریم این باید دلت بشه به نظرم، این اضافیه. بعد دیگه فقط یه قسمت در واقع دیتابیسه. دیتابیس هم شما نگاه کنید اینجا میتونید نیو یوزر هم استفاده کنیم. دیتابیس ها معمولا شاید حالا من اینو بخوام پاک کنم چون چیزی که ایجاد نمیکنه اینجا دلتش میکنم. دیتابیس باز دو تا بیشتر نمیشه. بخوام یه دونه ایجاد کنم اینجا مثلا یه اسم میذارم، یه در واقع نیم و یوزر میذارم، ایجاد میکنم مثلا حالا یه اسمی میذارم اینجا، بعد پسوردی هم همینجوری میذارم، بعد کریت درست کریت میکنم. الان مثلا یه حالا بزرگ کوچیکم بزنم ببینم چی میشه. مثلا اینم از اینم هست، این درست شد مثلا. بعد چیزی که هست اینجا مثلا پسورد. خب یه پسورد میتونیم اینجا بزنیم اگه پسورد قبلی اشتباه بوده. یه دیتابیس الان چون یه دیتابیس داره WP وردپرس روش نصبه، دیگه نمیشه وردپرس رو فقط روی یکی باید باشه، یعنی یا قبلی باید انتقال پیدا کنه از قبلی وردپرس که نصب هست از اول با فایلایی که یا آموزشایی که بود. دو تا حالت نصب داره، من یکیشو گذاشتم. الان که نصب هست پس باید روی یه دونه دیتابیس باشه. من الان میخوام دو تا دیتابیس دارم، پسوردش هم میدونم، فرضاً یوزرم هم میدونم. خب چجوری برم الان من وردپرسم رو انتقال بدم روی وردپرس جایی که سایت مینویسن روی دیتابیس باید سوار باشه. من الان روی دومیه است میخوام بیارم روی این. مثلا میرم دوباره تو دایرکت ادمین، قسمت فایل منیجر، قسمت در واقع پابلیک HTML، قسمت WP config PHP یه کدی هست. قطعه کد اینجا باید یوزر رو بزنم، define the name of database of WordPress که هیچی، database username database password اینجا باید وارد بشه و دیگه چیز دیگه نمیخوام. اینو سیو میکنم. الان نمیکنم این کارو چون از اول میپره و سایت نابود میشه. من اینم برای دیتابیس خواستم بگم. الان اون دیتابیس قدیمم که الان درست شد من سعی میکنم ببندمش چون که فعلا یه دونه دارم. اگه بنا به مشکلاتی پرید دیتابیس جدید خواست، دیتابیس نصب میشه، WP انتقال پیدا میکنه رو دیتابیس جدید به همین ترتیب.